به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم عزیزکانم، خوبید؟ سلامتید؟ سلامتیتون خوب است؟ انشاءالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. از خدای مهربان میخواهم که همیشه در لبانتان خنده باشد. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. شهنازه قصه گو هستم و دوباره با یک داستان جالب به نزد شما آمدم. اما میدونید بچه ها، امروز ما در استودیو یک مهمانی داریم که البته این مهمانی عزیز را شما میشناسید. مهینه جان. هرگاه به آسمان و زمین، به باران و ابرها، به صخره‌ها و کوه‌ها یا به درختان و گل‌های رنگین می‌نگرم، تو را سپاس می‌گویم ای خدای مهربانی من. سلام بچه ها، خوبت؟ سلامتت؟ من مهینه هستم و امروز آمادم تا به همراه شما به افسانه های خاله شهنازه گوش دهم. خوش آمدید به برنامه قصه کودک. خاله شهنازه، من قصه های شما را خیلی دوست دارم. نام قصه امروزه چیست؟ قصه امروزه اما نام دارد توفه زادروز. مهینه جان، آماده اید قصه را شروع کنیم؟ بله، من آماده‌ام برای شنیدن افسانه های زیبای شما. بود نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یکی از شهرهای تاجیکستانی عزیزمان یک خواهر و برادر بسیار مهربان با پدر و مادرشان زندگی می‌کردند. این خواهر و برادر فاطمه و مصطفی نام داشتند. یک روز فاطمه دوان به نزد برادر خردتر از خودش آمد و گفت: مصطفی میدانی پگاه تولد مادر جان است؟ مصطفی با خوشحالی بالا و پایان پرید و گفت: وای، من که چقدر تولد دوست دارم. من خیلی زودروز دوست دارم. خوراک‌های لذیذ میخوریم. مصطفی بیا برویم برای مادر جان یک تحفه آماده کنیم. من تا حالا تحفه ندادم، نمیدونم چی خیل می شود. فاطمه گفت: بیا برویم پیش پدر جان، ببینیم پدر جان چی میگویند. و بعد دو نفری با هم دیگر دوان و پیش پدر جانشان رفتند و بعد با هم دیگر سوال کردند: پدر جان، ما پگاهی به مادر جان چی تحفه بدهیم؟ بچه ها میدونید پدرشان از اینکه دید فاطمه و مصطفی چقدر به یاد مادرشان هستند خوشحال شد و به آنها گفت: همراه من به تهخانه بیایید. و وقتی به تهخانه رسیدند، پدرشان به فاطمه و مصطفی پیشنهاد داد که برای مادر جانشان یک قابی عکس بسازند و در درون آن رسمی که فاطمه و مصطفی با هم کشیده بودند قرار دهند. فاطمه و مصطفی از این پیشنهاد بسیار خرسند شدند و به پدرشان کمک کردند تا یک قابی عکس زیبایی بسازد. فاطمه و مصطفی هم رسم کشیدگیشان را درون آن قرار دادند و به صبرانه منتظر بودند تا زود زادروز مادرشان برسد. صبح شد و زادروز مادر جان فرا رسید. فاطمه و مصطفی تحفه خود را به مادرشان دادند و زادروز مادر جانشان را تبریک گفتند. مادرشان بسیار خوشحال و شاد شد و گفت: من به شما بچه های عزیزم افتخار میکنم. خدا را شکر میکنم که به من شماها را داد.
بچه‌های عزیزم، می‌دونید پیغمبر اسلام درباره هدیه دادن چی گفته‌اند؟ نه مادر جان. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند با یکدیگر هدیه بدهید تا نسبت به همدیگر با محبت شوید و با یکدیگر هدیه دهید، زیرا هدیه دادن کینه‌ها رو میبرد. وای چقدر قصه زیبایی بود. من که بسیار دوست داشتم. خاله، من هم در روز زادروز پدرجانم به او هدیه‌ای داده بودم. پدرجانم هم بسیار خوشحال شدند و پیشانیم را بوسه زدند. بله مهینه جان، چقدر کاری خوبی کردی که پدر جانت را خوشحال کردی. بچه های عزیز، شما نیز می توانید با دادن یک شاخ گل نزدیکانتان را خرسند و خوشحال کنید. بچه های عزیزم، امیدوارم از قصه امروزمان خوشتان آمده باشد. تا افسانه و قصه های بعدی، خدا نگهدار. خدا حافظ.